در خیابان‌های مرکزی شهر یک نظرسنجی گذراندیم اوید به همون بینایی که در پس منظر ما هست. خطایی کردین؟ نمیدونین؟ ها حرفای خطایی کردین؟ نمیدونین؟ بینای حکومت بود ولی نمیدونین چی ساختمون رفته است. خطایی را نمیدونین؟ Can you speak Russian? No. No. خدا کند میگه که علی مادر تاجیک خطایی نشود. درود برای همه بینندگان شبکه‌های اجتماعی صفحه دلیر مالی که ما را در اینستاگرام، تیک تاک، یوتیوب، فیسبوک و یا هر جای دیگر می‌بینند. این خیابان اسماعیل سامانی شهر دوشنبه است و اون بالاتر هم خیابان رودکی یعنی بروش اسماعیل سامانی و خیابان رودکی شهر دوشنبه. خب در اول ویدیو بسیار خوش می‌کنم که به همین صفحه دوستی عزیز ما ذوق تیوی ابونه شیم که ما شاد میشیم و ما در همین خیابان مرکز در خیابان‌های مرکزی شهر یک نظرسنجی گذراندیم اوید به همون بینایی که در پس منظر ما هست. بیاید این نظرسنجی را می‌بینیم بعداً خلاصه می‌بریم. شما می‌دونید که در همون قفا چی نوشتگی است؟ خطایی کردین؟ نمیدونین؟ می‌دونید که کدام بینای همین ساختمانش رفته است؟ نمیدونین؟ خطایی هم خوندن نمی‌تونین؟ ها حرفای خطایی کردین؟ نمیدونین؟ ترجمه کردن می‌تونین برای ما حرفای خطایی؟ این چی بینا بود؟ شما یادتون هست؟ بینای حکومت بود؟ ولی نمی‌دونین خطایی کردی چی نوشتگی است؟ نمیدونیم نه؟ میدونی که قبلا چی بنا بود اینجا؟ ها؟ حکومت بود؟ حالی چی ساختمان است نمیدونی؟ خطایی هم خونده نمیتونی؟ رحمت بخشش نمیخوای نبور ببینی که چی نویسه ترجمهش کردی اونجا شاید میدونی که چی نویسه نمیدونی خطایی را رحمت خطایی را نمیدونی؟ میدونی که قبلا چی بنا بودی؟ بینای حکومت بود ولی نمیدونی چی ساختمون رفته است. خطایی را نمیدونی؟ Can you speak Russian? No. No? Please can you translate what writing in Russian? No. بعد از این نظرسنجی کوتاهی که نزدیک به 10 نفر زیادتر از 10 نفر ما پرسش گذراندیم چند تاشو با مشکل تکنیکی من پیشنهاد نکردم عذر با همین خلاصه آمدن که تقریبا هیچ کسی نمیدوند که در این بنا چی ساختمان رفته است و اونجا با حرفای خطایی هم چی نوشته شده است. قاسم جان ظریفی شاعر خوبی ما میگه که یعنی تقریبا ترتیب شعرش همین است که مولای ما با میکروفون خطایی امر معروف میکند نماز میگذاریم در جای نماز خطایی خرابایی ما خطایی است در راههای خطایی میریم و چندین نمود خطایی دیگه ولی در آخرین شعرش یک جمله بسیار زیبا دارد که خدا کند میگه که علی مادر تاجیک خطایی نشود و من فکر میکنم که هر چیز زودتر مسئولین هم از روی همون شرطنامه و قراردادهای بین المللیشون فکر میکنم و در برابر حرفای کلان روسی و چینی و خرد چینی روسی حرفای کلان تاجیکی هم مینویسن که این ساختمان ها چی است که در شهر دوشنبه رفته ایستاده است. برای کار زنده باد صلح ثبات و آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. دیگر ویدیوهای ما را هم پیگیری کنید و در آخر بازم میگم که از صفحه ذوق تیوی دوستی ما پیگیری کنید چون ویدیو گزارش‌های بسیار خوب اونجا هست. خودتان احتیاط کنید.